قلیل من الاخرین. الله حفظ بکنه. میگه از مردم های آخر که است، آخر الزمان که است، ما و شما هستیم، از این بسیار کم در جنت میره. چرا؟ خطرش چی است؟ که در عصر ما و شما فلسفه های رنگارنگ است. در وقت ابوبکر صدیق، عمر فاروقی فلسفه های کفری و این فلسفه های الحادی و این احزاب چپگرا و راستگرا و قوم پرستی و سیکولاریستی و دموکراسی و این که پایش نبود. مردم مسلمان پاک صفا بود. یک صف بود کافر، یک صف بود کی؟ مسلمان. حال چه قسم است؟ یک صف کافر است، در بین مسلمان ها 73 گروه شدن. یکی او را کافر میگه و دیگه او را مرتد میگه و دیگه را ببینی براستی مرتد است و دیگه را ببینی دوست کافر است و دیگه را ببینی در حزب رفته. خود شیطان هر کسی را از این جنت به یک شکل از اشکال چی میشه؟ مانع میشه. فلسفه های الحادی است. در صنف درایی ببینی که کفر برات میگن، در راه میری که کفر است، تلویزیون کفر، فیسبوک ایران میگه یا الله. بعضی حالات آدم میبینه نه از کفر و شرک و ارتداد و بیدینی و گمراهی و بدبختی زیاد است. کلان آدم ها را ببینی، او طرف دوزخ در انتظارش است، ای دیگه لودم تو رقص میکنه و کاکاگک بشی. امی رقص تا مزدار نیست. در توی ببینی سر بخواد خیسه مست است زیر دول بشی کاکاگک چند دقیقه و دیگه را ببینی امت شروع کرده فسق از فجایع از گناه است. در یک موتر بالا میشی سهل میکنی بالا همین نفر چقدر خوب قواره داره، ریشک داره، کلاهک سفید داره، کمی داخل میشی که دنگ 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 اوه تو خود رقاصه برآمدی. این خطرناک است که الله متعال میگه که ثلة من الاولین، یک مجموعه بسیار زیادی از امتهای اولی که صحابه و تابعین و تبع تابعین هستند و قلیل من الاخرین، و از آخری چی است؟ بسیار کم میره. 5%، 10% اگر جنتی باشه، 90% دوزخی است. الله حفظ کنه. چقدر خطرناک است.